ما بخواهید. دوستان عزیز، وزارت معادن پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج 5 معدن نفراید در ولایت کنر و معدن نفراید و میرزاخیل ولسوالی کامه ننگرهار با شرکت‌های خصوصی خبر داده است. بهای مواد اولیه: با 1 کیلو گاز مایع 54 افغانی، 1 لیتر تیل دیزل 60 افغانی، 1 لیتر پترول 63 افغانی، 1 بوجی آرد قزاقی 50 کیلویی 1630 افغانی. استاد رحمت الله حسنی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات، به اثر بیماری درگذشت. انا علیه و انا الیه راجعون. خدا رحمتش کنه. برخی منابع خبر دادند که 2 کشتی در اقیانوس هند توسط پهپادهای ایرانی مورد حمله قرار گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل: داعش به طور قابل توجه در میان طالبان نفوذ کرده است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که شاخه خراسان گروه داعش به طور قابل توجهی در میان طالبان نفوذ کرده است. همچنین شورای امنیت در این گزارش طالبان را به ایجاد کمپ‌های آموزشی برای القاعده و حمایت پیوسته منظم از طالبان پاکستانی متهم کرده است. نیازمند فوری خون: کسانی که خون اهدا می‌کنند. یک خانم در شفاخانه نسایی ولایت هرات نیاز به مقداری خون دارد. کسانی که گروپ خونیشان او است منفی است، لطفاً با شماره ذیل تماس بگیرند: 073 188 069 6. ریحان زیبخان، نامزد حزب تحریک انصاف پاکستان از حوزه انتخابی مجمع ملی بابجو، امروز توسط افراد ناشناس ترور شد. هدربار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد، که سرکوب وحشیانه زنان و دختران و محرومیت آنها از حقوقشان توسط طالبان نقض آشکار کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال 2003 آن را تصویب کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از امضای قرارداد 3 پروژه انکشافی به ارزش حدود 2 میلیارد افغانی با سکتور خصوصی خبر داده است. این قراردادها شامل انتظارخانه در فرودگاه بین‌المللی کابل، اعمار پارکینگ و تیرپانگ، بندر آقینه در ولایت فاریاب و ترمینال در ولسوالی گذره ولایت هرات است. دوستان عزیز، برای خبر آنلاین افغانستان و جهان کانال من را سابسکرایب کنید تا از برنامه‌ها جای نمانید.